خوش آمدید. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. منم خدمت شما جناب آقای انصاری و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم و به همگی عرض می کنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما ان شاء الله خواهم بود. جزاکم الله خیر. جناب استاد، ما در قسمت‌های گذشته همچنان در باب وجه چهارمی که در کتاب منهاج الکرامه ادعایی که ابن مطهر هلی کرده بودیم و در هفته گذشته در باب اعتراف به گناه امام مسائلی رو مطرح کردیم و همچنین بررسی کردیم احادیث باب عصمت رو. اگر مایل هستید خلاصه ای از قسمت گذشته رو برای بینندگانی که شاید نتونستن ببینن هفته گذشته برنامه رو. در مورد ادعایی که ابن مطهر هلی کرده بود، یکی این مورد بود که ائمهشون معصوم هستند و شیعه مذهب خودشون رو از ائمه معصومین گرفتند و در این زمینه استدلال کرده بود و گفته بود که الله متعال درباره اهل بیت آیه تطهیر رو نازل کرده و این آیه هم دلالت بر پاکی آنها دارد از رجس و پلیدی و تمام در واقع آلودگی ها و این رو هم دلیل بر امامت و فضیلت حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیان کرده بود. در این ما هیچ گونه شک و تردیدی رو نداریم. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در ابتدای این مبحث این رو بیان کرد که حضرت علی رضی الله تعالی عنه و همچنین دیگر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فضائل صحیح و صریحی رو دارند، ثابت هست از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما آقای هلی به جای این که بپردازد به این مناقب واقعی و حقیقی حضرت علی و دیگر اهل بیت و فضائلی که ثابت هست از نظر روایی، هیچ گونه شک و تردید در اونها ندارند، به جای این که به این روایات صحیح بپردازد، یک سری در واقع روایات مکذوبه و دروغی رو مطرح کرده به عنوان فضیلت حضرت علی رضی الله تعالی عنهم. و در این زمینه هم هیچ گونه شک و تردیدی نیست که آیه تطهیر و دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره حضرت علی و حسنین و حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهم اجمعین، این در واقع یکی از خصوصیات و فضایل منحصر به فرد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در این هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد. اما این که این آیه دلیل بر عصمت باشد، دلیل بر امامت بلافصل باشد، این مطالبی هست که جای بحث دارد. ما در جلسه های گذشته هم معنی رجس رو از کتب شیعه و به روایت ائمه شیعه و از روایات صحیح شیعه مطرح کردیم و هم موارد بسیار زیادی رو درباره آیه تطهیر، منظور از آیه تطهیر چی هست، مخاطبان آیه تطهیر چه کسانی بودند و استدلالی که در واقع آیا استدلالی وجود دارد از طرق صحیح از جانب خود اصحاب کسا و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم که این آیه را دلیل بر عصمت از گناه و نسیان و خطا و فراموشی و بقیه موارد و دلیل امامت بدونند یا اینکه وجود نداره. و نهایتا در جلسه گذشته ما فقط یک شمه از مواردی رو که ائمه شیعه اعتراف به گناه کرده بودند و از درگاه الله متعال عذر خواستند و توبه کردند، استغفار کردند و طلب مغفرت از الله متعال، فقط در مورد حضرت امام کاظم رحمت الله علیه مطالبی رو عرض کردیم. در این زمینه روایات متعددی وجود داره که صحیح است نزد شیعه که دلالت صریحی دارد بر این که ائمه شیعه از گناه و معصیت و خطا و همچنین سهو و نسیان در واقع معصوم نبودند. و روایاتی از حضرت علی رضی الله تعالی عنه وجود داره، روایات بسیار فراوان و متعددی در کتاب صحیفه سجادیه از امام سجاد وجود داره و بقیه ائمه شیعه که ما فقط به همون مقداری که در جلسه گذشته اکتفا کردیم به همون اندازه بسنده میکنیم در این زمینه و ادامه مطالبی رو که هلی ادعا کرده و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه جواب داده ان شاء الله در این جلسه میپردازیم. جزاکم الله خیر. جناب استاد، ما هنوز هم در ادامه همین وجه چهارم هستیم که ابن مطهر هلی میگه که امامیه مذهب خودشون رو از ائمه معصومین میگیرن که مشهور هستن به فضل و علم و زهد و ورع و تقوا و همیشه مشغول به عبادت بودن و دعا میکردن و تلاوت قرآن و مداومت داشتن به این اعمال از زمان کودکی تا آخر عمر و از اونها مردم یاد گرفتن و در حق اینا
آیه هل اتی و آیه تطهیر و ایجاب الموده و آیه ابتهال و غیره نازل شده. و کان علی علیه السلام یصلی فی کل یوم و لیله 1000 رکعه و یتلو القرآن مع شدت ابتلای بالحروب. دوستان عزیز اگر لطف بکنن این صفحه رو نشون بدن. این صفحه 52 کتاب منهاج الکرامه است. اینجا وجه چهارمش از اینجا شروع میشه. ان الامامیه اخذوا مذهب و من الائمه المعصومین تا این قسمت صفحه 52 که میگه الحتا و آیه تطهیر و غیره در حق اینا نازل شده. جناب استاد در خدمت شما هستیم. ما در جلسات گذشته به صورت مفصل درباره آیه تطهیر مطالبی رو عرض کردیم که و به این نتیجه رسیدیم که آیه تطهیر یک فضیلت هست برای اهل کسا، هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارند، اما این منحصر به اهل کسا نیست. مخاطبان اصلیش همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و این حکم و اراده الله متعال که حکم و اراده تشریعی هست، تکوینی نیست که به هیچ عنوان یعنی احتمال خلف آن نرود و قطعا الله متعال از در ازل ائمه اهل بیت را یا اهل کسا را در واقع معصوم آفریده باشد و این یک حکم تشریعی هست، یعنی این که اگر اهل بیت بر این دستوراتی که الله متعال در آیات قبلش داده و آیات بعدش اگر عمل بکنند این مایه تطهیر خواهد شد. و اضافه بر این حدیث کسا و آیه تطهیر منحصرا درباره اهل کسا اومده. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، علی و فاطمه و حسن و حسین و این به هیچ عنوان شامل بقیه ائمه که شیعه ادعا میکنند که ائمه 12گانهشون هستند به هیچ عنوان شامل بقیه ائمه نمی شود. و همچنین درباره آیه هل اتی و سوره هل اتی هم در جلسات قبل مطالبی در این زمینه بیان شد. در این جلسه ان شاء الله می‌پردازیم به بقیه ادعاهایی که ابن مطهر هلی کرده، من جمله این که گفته که یکی از دلایل برتریشون که ما از ائمه پیروی میکنیم که الله متعال مودت اونها رو واجب قرار داده و این اشاره میکنه به این آیه که الله متعال میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. این آیه را این گونه تفسیر و توجیه میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند به خطاب به مشرکان و به پیروان خودش و به تمام مردم که من از شما هیچ گونه اجر و پاداشی رو نمیطلبم به جز یک موردی و اون مورد و اون اجری که شما میتونید به من بدید و تنها پاداش و مزدی که در مقابل رسالت میتوانید به من بدهید این مودت قربا هست، یعنی مودت خویشاوندان من هست. این آیه هست که عموما از این آیه استدلال میکنند، منتها ما یعنی به صورت مختصر به این آیات و روایاتی که در این زمینه استدلال کرده ان شاء الله میپردازیم و در جلسات بعدی در زمانی که هلی میاد برای اثبات امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه از آیات و روایات استدلال میکند، در اون زمینه ان شاء الله ما به صورت مفصل‌تر بار دیگر به این آیات و روایات ان شاء الله خواهیم پرداخت. من در این جلسه فقط اکتفا میکنم به ردودی که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه بر ابن مطهر هلی داده. در اینجا میفرماید و کذالک قوله فی ایجاب المودة لهم، این استدلالی که میکند از آیه قل لا اسألكم برای ایجاب مودت اهل بیت میگه این یک غلط و اشتباهی هست و این استدلال از این آیه درست نیست. من اینو به صورت مبدئی عرض بکنم که از دیدگاه اهل سنت و الجماعت بنابر دلایل دیگر، نه به خاطر این آیه هیچ گونه صراحتی و دلالتی رو بر وجوب محبت اهل بیت ندارد. این یک بحث جداگانه و اصلا هیچ ربطی به این مبحث ما ندارد. اما بنابر روایات دیگری که در این زمینه وجود دارد، اهل سنت و الجماعت محبت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را اعم از شخص ایشان، همسران ایشان و بقیه خویشاوندانشون به صورت کلی که هم فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه و فرزندان ابو طالب، فرزندان عباس و بقیه خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما محبت رسول الله و اهل بیت را جزء ایمان خودمون میدانیم و یکی از واجبات شرعی هست و در برابر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم این وظیفه هست که ما داریم، باید به اونها احترام بگذاریم، محبت اونها را در دل داشته باشیم، برایشون دعا بکنیم، بی حرمتی و بی احترامی به هیچ صورت جایز نیست. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. اما این یک بحث جداگانه است که آیا این آیه دلالت بر وجوب محبت دارد؟ این یک مبحث جداگانه است. وجوب محبت ثابت هست، هیچ گونه
شک و تردیدی در این زمینه وجود ندارد و فضائل اهل بیت رسول الله در تمام کتاب‌های روایی اهل سنت به صورت وفور و گسترده ذکر شده. یعنی میفرمایید که اهل سنت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو دوست دارن، محبت اونها جز ایمانشان هست، اما هیچ وقت به خاطر اثبات مسئله‌ای که دلیلی در قرآن نیومده نمیان که آیات رو تفسیر باطنی بکنن یا آیات رو معانیش رو تحریف بکنن. روایت غدیر خم که دلالت بر ولا و دوستی با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در رأسشون حضرت علی رضی الله تعالی عنه است دارن. اما در این باره این آیه تفسیری رو که نقل شده از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، اینو در اینجا حضرت و علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر میکنند. میگه که در روایات صحیح در این زمینه این مطلب اومده که از سید ابن جبیر که ان ابن عباس رضی الله عنه سئل، از حضرت عبدالله ابن عباس سوال شد درباره این آیه که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. رسول الله قال فقلت، سید ابن جبیر پیش دستی کرد قبل از اینکه این سوال از حضرت عبدالله ابن عباس سوال شد و سید ابن جبیر جواب داد. جواب سید ابن جبیر این بود قلت الا ان تودوا ذوی القربى محمد، یعنی این که شما ذوی القربى محمد را دوست داشته باشید. این تفسیر و در واقع جواب شاگرد حضرت عبدالله ابن عباس است. پرسید این آیه منظورش چی است؟ ایشون فرمود که این که شما ذوی القربى محمد صلی الله علیه و سلم را دوست داشته باشید. فقال ابن عباس جلوش رو گرفت و گفت که عجلت، شما عجله کردید. و اینکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه از اهل بیت رسول الله و عموزاده حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از نظر نسبی حضرت علی و حضرت عبدالله ابن عباس نسبی که خویشاوندی که با رسول الله دارن هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارن. اگر معیار خویشاوندی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که قطعا این یکی فضیلت هست و کسی نمیتواند این انکار بکند، بس باید اینو در نظر داشته باشیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در این زمینه تنها نبودند. حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عبدالله ابن عباس و بقیه برادرانش همون گونه که علی خویشاوند رسول الله بود عموزادشون بودند، همچنین فرزندان حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هم عموزادگان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. پس بنابراین ابن عباس که خودش یکی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از ذوی القربى رسول الله هست، گفت که نه، منظور از این آیه ذوی القربى نیست، بلکه منظور این است که در میان قبیله قریش هیچ بطنی و هیچ تیره و رشته وجود نداشته مگر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نوع نسبتی رو به اونها داشته. جالب هست وقتی که نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو شما بررسی میکنین، تمام قبایلی که در جزیره العرب وجود داشتند و خصوصا قبایل و تیره های قریش، حتما نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک جای به این قبایل وصل میشد. یعنی گزیده تمام این قبایل و نتیجه تمام این قبایل که نتیجه مشترکی باشه شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. و به این خاطر از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید که به این خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم که در این آیه چی شده، منظور این که رسول الله صلی الله علیه و سلم خویشاوند تمام قریشیان، تمام تیره ها و قبایل بود. و به این خاطر الله متعال در اینجا میفرماید که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. رسول الله میفرماید که حضرت عبدالله ابن عباس که قل لا اسألكم علیه اجرا الا ان تؤدونی فی القرابة التي بینی و بینکم. این معنی آیه این است که به خاطر خویشاوندی که من با همه شما دارم، حداقلش این است که مرا دوست داشته باشی، شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم را حداقلش به خاطر قرابتی که من با شما دارم حداقل مرا دوست داشته باشید. در این زمینه خطاب به کافرانی هست که مورد خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه قرار می گرفتند و در زمان ابتدای اسلام و در زمان دعوت مکی. پس بنابراین اینجا دو تا نقطه وجود داره، یکی القربا هست و دیگری ذوی القربا.
القربا معنی دیگری رو دارد و ذوی القربا یک معنی دیگری دارد. در این آیه مراد در الا المودة فی القربا، یعنی خویشاوندی، نگفته خویشاوندان مرا دوست داشته باشید. منتها اهل تشیع بنابر روایات ضعیفی هم که در این زمینه وجود دارد و از اقوال مفسرین نقل شده، اینو در واقع سوژه قرار دادن. میگه که بله این آیه صراحتا درباره مودت ذوی القربا نازل شده، این درباره ذوی القربا نیست، بلکه در اینجا درباره ذوی القربا اومده، یعنی خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و این در آیه دیگری درباره آیه خمس است که سوره انفال الله متعال در اونجا صراحتا میفرماید که واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا. در اونجا لفظ لذی القربا اومده. لذی القربا، ذی القربا زمانی که مضاف میشه به قربا یعنی خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این هیچ گونه شک و شبهه وجود ندارد که مال غنیمت یک پنجمش که مخصوص هست و اینو الله متعال هدیه داده برای کی؟ برای رسول الله. فإن لله خمسه وللرسول ولذی القربا، و مخصوص خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس بنابراین جایی که الله متعال میخواد خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و رو معرفی بکند و یک حکمی رو درباره اونها بیان میکند، در اینجا صراحتا اومده که لذی القربا یعنی خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما زمانی که مطلقاً اومده فی القربا، نگفته که در این آیه الله متعال نمیفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة لذی القربا که فقط من میخوام که خویشاوندان ما را دوست داشته باشید، بلکه در اونجا فرمودن الا المودة فی القربا، به خاطر قربی که با من دارید، به خاطر در واقع خویشاوندی که رحمی که در واقع به من دارید. این نقطه اولی است در اینجا حضرت تیمی رحمت الله علیه ذکرش کرده. و اضافه بر این ما میبینیم که در آیات از قرآن کریم ما میخونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ عنوان از پیروان خودش، از مخاطبان خودش، مدعوین خودش اجر و مزدی رو در طلب نکردن، نه اجر معنوی رو طلب کردن و نه اجر به اصطلاح مادی رو که بتونه کسی اون رو پرداخت بکنه. الله متعال در سوره فرقان میفرماید قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. پاداشی که به من میدی فقط همون هدایت شما هست، همین که شما راه یافته باشید و به طرف الله متعال و صراط مستقیم حرکت بکنید. این در واقع بزرگترین پاداشی است که شما میتونید به من بدید. غیر از این رسول الله صلی الله علیه و هیچ گونه پاداش معنوی و مادی رو در واقع طلب نکردن. جناب شیخ، اگر که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر این رسالتشون از مردم میخواستن که محبت خانواده یا اهل بیت ایشون یا نزدیکانشون رو داشته باشن، خب این یک نوع طلب اجر نبود از طرف مقابل؟ به طور مثلا من یا شما یا بیننده برای کسی احسانی بکنه، خدمتی انجام بده، بگه خب من از تو میخوام که محبت برادر و خواهر و به اصطلاح فرزندان من رو داشته باشی. خب این یک نوع درخواست مقابل یا مزد شد در مقابل این قطعا. وقتی که در اینجا اگر ما معتقد باشیم که اجر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، زحماتی رو که رسول الله برای ما متحمل شدن، اگر اجر رسالتش دوست داشتن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، پس بنابراین اگر ما اهل بیت ایشان را دوست داشتیم یعنی اینکه پاداش و مزد رسول الله صلی الله علیه و سلم را دادیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه هیچ گونه منتی بر ما ندارند. یک چیزی رو به ما تقدیم کردند و در مقابل مزد خودشون رو گرفتن. مانند این که مثلا شما میروید در یک مغازه یک چیزی رو طلب میکنید، میخرید و در مقابل پولش رو پرداخت میکنید، قیمتش رو پرداخت میکنید. صاحب مغازه هیچ گونه منتی بر شما ندارد، زیرا که در مقابل اون اجری رو، پاداشی رو و مزد و کرایه و بهایی رو که طلب میکرده به اون دادید. اگر واقعا ما معتقد باشیم که اجر و پاداش و مزد رسول الله فقط این است که ما پیروان رسول الله رو، اصحاب
شیعه و در واقع اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله را دوست داشته باشیم، پس به این معنی هست که رسول الله صلی الله علیه و آله با ما هیچ گونه در واقع حقی رو برگردن ما ندارن، منتی رو بر ما ندارن، به پیام الهی رو رسوندن، گفتن در مقابل این پیامی که من به شما رسوندن شما اهل بیت من رو در واقع دوست داشته باشید، که این به هیچ عنوان قابل قبول نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم منت بزرگی دارند بر تمام مسلمانان، بر تمام مدعوین، چه عام از مسلمان و کافر. و با این که ما فاطمه و علی و حسن و حسین یا بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست داشته باشیم، این پاداش رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. و نقطه دیگری که در اینجا یعنی قابل توجه هست این است که به اتفاق علمای شیعه و سنی این آیه یک آیه مکی هست. این سوره به صورت کلی که در این آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى آیه 23 سوره شورا هست. و سوره شورا به اتفاق تمام مفسرین اهم از شیعه و سنی این به اصطلاح سوره مکی هست. حتی در قرآن هایی که به اصطلاح چاپ شده در ایران هم چاپ شده، در ابتدای آیات وقتی که می‌نویسن، در اول سوره وقتی می‌نویسن اینجا می‌نویسن که این سوره مکی هست. یعنی این که این سوره در مکه نازل شده. و ما می‌دونیم که در مکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه با فاطمه زهرا ازدواج نکرده بودند. هیچ گونه نسبت سببی را حضرت علی رضی الله تعالی عنه با رسول الله صلی الله علیه و آله نداشتند و تنها نسبتی که داشتن همون نسبی بوده که در این نسبی هم حضرت عبدالله بن عباس و بقیه خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم شریک بودند و نه حتی نه حسینی وجود داشته نه حسینی وجود داشته. اصلا ازدواجی صورت نگرفته که اهل کسایی به دنیا بیان فرزندان حضرت فاطمه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه. پس بنابراین از این آیه نمی شود که بر محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم استدلال کرد و اینو یکی از خصوصیات این آیه را عرض می کنم که یکی از خصوصیات اهل بیت رسول الله و خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. بله محبت ما، این حرف ما و این استدلال به خاطر این نیست که محبت اهل بیت رو دفع بکنیم بگیم که دلیل ندارد، نه خیر، دلایل قوی دارد، دلایل صحیح دارد. البته نزد اهل سنت و الجماعت من کاری به روایات شیعه ندارم در این زمینه. در میان کتاب‌های اهل سنت و روایاتی که اهل سنت دارند محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله یکی از توصیه‌های اکید رسول الله صلی الله علیه و سلم است و بدین خاطر است که اهل سنت و الجماعت به صورت کلی تمام اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست دارند. شما در طول تاریخ پیدا نمی‌کنید که یک فردی از علمای اهل سنت یا حتی از عوام اهل سنت و الجماعت بیایند و اهانتی رو بکنند به حضرت زهرا، به حضرت علی رضی الله تعالی عنه و به حسن و حسین. این عقیده اهل سنت و الجماعت است که الحمدلله بر این عقیده به صورت کامل و ماندگار تا امروز استوار هستند، ماندند و اینو ما جزء ایمان خودمون میدانیم که محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم جزء ایمان اهل سنت و الجماعت است. منتها این آیه دلالتی بر وجوب محبت اهل بیت نداره. بله، جزاکم الله خیر جناب استاد. واقعا اطلاعات مهمی بود در باب این آیه که بعضی از روافض از این آیه به قول علامه ابوالفضل برقی رحمت الله علیه با دلایل لایتچسبک میخواهند که به قول خودشون محبت اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو ثابت بکنن و این رو باید اعلام بکنیم که اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیاز به دروغ و تلبیس و خیانت آخوندهای رافضی ندارن تا ما بخوایم فضایل اونها رو ثابت بکنیم. دوستان عزیز بیننده، با هم میان برنامه کوتاه میبینیم و با ادامه برنامه منهاج السنه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره های تماس با ما 2044 33 20 10 1262 2044 14 20 28 10 79
با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق. لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1، طرح پرسش‌های شرعی کلید شماره 2، برای بیان دلگفته هایتان کلید شماره 3، جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. منتظر صدای گرمتان هستیم. و بگو این سخن حق از سوی پروردگار شماست. پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می‌کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با ادامه برنامه منهاج السنه در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به یاد داشته باشید ما در صفحه‌ای که در اول برنامه نشون دادیم، دوستان عزیز اگر نشون بدن، اینجا ابن مطهر هلی میگه که در حق اهل بیت حلعتها و آیه تطهیر و ایجاب الموده و آیه ابتهال نازل شده. جناب استاد، منظور از آیه ابتهال چیه و چرا روافض به این آیه استدلال میکنن برای فضیلت تراشی برای اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ همونطوری که گفتیم نیاز به دروغ و تلبیس ندارن که ما بخوایم فضایل دروغین برای اونا بتراشیم. یکی از مواردی که هلی استدلال کرده بر افضلیت حضرت علی رضی الله تعالی بر بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و نهایتاً میخواد این ثابت بکنه که حضرت علی رضی الله تعالی باید خلیفه بلافصل رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. ما اینو بارها عرض کردیم در باب فضیلت حضرت علی رضی الله تعالی عنه، کتاب‌هایی که اهل سنت نوشتند، یعنی نخستین بار اهل سنت و الجماعت بودند که درباره فضیلت حضرت علی رضی الله تعالی عنه کتاب نوشتند. اهل سنت و الجماعت هستند که در تمام کتاب‌های روایی خودشون ابوابی رو دارن مخصوص بیان فضائل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من جمله حضرت علی رضی الله تعالی عنه. اما آیه ابتهال همون آیه‌ای هست که در واقع رسول الله صلی الله علیه و سلم اون وفد که اومدن، وفد نجران که اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و بحث مباهله به وجودم قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم الی آخر این آیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله متعال اون دعوت به مباهله دادم که در مباهله یعنی این که مباهله اصلش تعریفش این است که دو نفر که در یک زمینه در یک مورد علمی ادعای دارن، هر یک ادعای متفاوتی رو داره و ادعا میکنند که بر حق هستند. مباهله یعنی این که هر دو تا بروند و طلب هلاکت بکنند برای خودشون، یعنی بگند که اگر ما ناحق هستیم مورد لعن و نفرین الله متعال و هلاکت در واقع قرار بگیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم این به اصطلاح وفد نجرانی اینو دعوت داد که برای مباهله که با هم مباهله بکنن. در باب مباهله اینو ما باید در نظر داشته باشیم که یعنی هر فردی که میخواد مباهله بکند قطعاً باید نزدیکترین افراد خودش رو برای مباهله ببرد. این گونه نمیشود که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مباهله میرود، یعنی خب بحث هلاکت هست، یعنی اینکه امکان داره که به اصطلاح افرادی مورد لعن و نفرین الله متعال قرار بگیرند و از بین
بروند. اگر مثلا میگفت که فلان برده بلال بیاد و نمیدونم فلانی بیاد، چند تا برده رو برمی داشت میرفتن، یا حتی از قریش ابوبکر و عمر یا کسان دیگری رو برمی داشت و میبرد که یعنی رابطه خویشاوندیشون بسیار تنگانتنگ نبوده، یک مقدار به اصطلاح دورتر بوده. خب اون طرف مقابل یعنی اعتراض میکرد که بحث مباهله هست، اینجا باید نزدیکترین افراد رو بیاری، خودت بیا و فرزندانت باید بیاد و همون نزدیکان خویشاوندان نزدیک برای تو عزیز هستن. حتی زنان هم در اینجا چی نیستن. خب زن فرزند یک کسی دیگه هست و شاید که شوهر این زن اگر دستش بره یک زن دیگه میگیرد و سلام و هیچ گونه شاید اهمیتی رو در این زمینه قائل نباشه. بدین خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بنابر به اجرای این آیه حضرت فاطمه زهرا رو، حسن رو، حسین رو، حضرت علی رضی الله تعالی عنه که نزدیکترین خویشاوندش بود و پدر نوه‌هاش بود و شوهر حضرت فاطمه زهرا بود، اینها رو به اصطلاح دعوت کرد و اینها رو به اصطلاح به صورت کلی آورد. در اینجا حضرت امام و علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه می‌فرماید که و اما آیه الابتهال ففی الصحیح، این مرتبه در روایات صحیح اهل سنت و الجماعت کاملا وجود داره. در این زمینه ما هیچ گونه شک و شبهه‌ای رو نداریم. این روایت مباهله در کتاب صحیح مسلم اومده و قطعا روایتش یک روایت صحیح است. این اشاره میکنه که ففی الصحیح انها لما نزلت اخذ النبی بید علی و فاطمه و حسن و حسین لیباهل بهن. این در روایت صحیح ما وجود داره. زمانی که این آیه نازل شد رسول الله صلی الله دست علی، فاطمه و حسن و حسین رو گرفت تا اینکه با آنها مباهله بکند، برای مباهله برود. لکن خصهم بذلك لانهم كانوا اقرب الیه من غیرهم. این یک چیز فطری بود و طبیعی بود و یعنی خواسته و مقتضای مباهله این بود که باید نزدیکترین افرادش رو باید برای این مباهله باید می بردن. پس بنابراین این روایت و این آیه دلالت می کند بر این که حضرت علی رضی الله تعالی عنه و حسنین، حضرت حسن و حسین و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهم اجمعین، اینها جزو نزدیکترین افرادی بودند که به رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیکتر بودند. بعد در ادامه علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماید فهذه الآیه تدل علی کمال اتصالهم برسول الله. ببینید واقعا انصاف اهل سنت و الجماعت را در جایی که فضیلتی هست برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون هیچ گونه تردیدی و ترددی قبول میکنند. میفرماید که این ابتهال، بحث ابتدال در روایات صحیح ما اومده، جایی برای ردش وجود نداره، جایی برای انکارش وجود نداره. فهذه الآیه تدل علی کمال اتصالهم برسول الله. این آیه دلالت دارد بر این که این افراد، این حسن و حسین، علی و فاطمه، از تمام مردم به رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیکتر بودند. تدل علی کمال اتصالهم برسول الله صلی الله علیه وسلم کما دل علی ذلك حدیث الکسا. همون گونه که حدیث کسا دلالت میکند بر این که این افراد به پیامبر صلی الله علیه وسلم نزدیکتر هستند، این آیه و این روایت استدلال از این به اصطلاح حدیث صحیح مسلم اینم دلالت میکنه که این بزرگواران نزدیکترین افراد به رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. ولكن هذا لا يقتضي ان يكون الواحد منهم افضل من سایر المؤمنین. اما این به معنی این نیست که حتما این افراد از تمام مؤمنان افضلتر هستند و برتر هستند. بله، این افراد از تمام مؤمنین به رسول الله صلی الله علیه و آله از نظر نسبی مقربتر هستند، محبوبتر هستند و جز نزدیکان رسول الله هستند. در این هیچ گونه شک و شبهه وجود ندارد. اما آیا فقط به مجرد نزدیکی به رسول الله صلی الله علیه و آله چون که خویشاوند رسول الله هستند آیا از تمام امت برتر هستند؟ پس بنابراین باید ما این افراد رو و این خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و آله رو به همین ترتیب طبقه بندی بکنیم. یعنی اگر واقعا یعنی علت به اصطلاح نزدیک بودن، افضلیت بودن فقط و فقط یعنی به خاطر خویشاوندی با رسول الله باشه، خب از حضرت علی رضی الله تعالی عنه گرفته حضرت عباس نزدیکتر هست یا علی؟ عباس عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اما علی عموزادهش هست. پس بنابراین حضرت عباس رضی الله تعالی عنه باید برتر باشه، حضرت حمزه باید از حضرت علی رضی الله تعالی عنه برتر باشه و حتی حضرت جعفر، حضرت عقیل ابن ابی طالب و دیگر عموزاده های رسول الله صلی الله علیه وسلم باید از بقیه ائمه که شیعه ادعا میکنند باید برتر باشند، زیرا که نسبتشون به رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیکتر هست و نزدیکتر به رسول الله صلی الله علیه وسلم وصل میشوند. در اینجا ابن تیمیه
رحمت الله علیه میفرمود لکن هذا لا یقتضی ان یکون الواحد منهم افضل. این درسته، ما قبول داریم که ایشان خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، اما این به معنی برتری و افضلیت اونها من سایر المؤمنین نیست. ولا اعلم منهم، این دلیل این نمیشه که حتما این افراد اعلم تر هستند. این در تمام صفات هم اعلم باشند، هم اشجع باشند، هم اتقا باشند. این دلالتی این آیه بر این موارد ندارد. به چه دلیل؟ لأن الفضیلة بکمال الایمان و التقوی، زیرا فضیلت معیارش کمال ایمان و تقوا هست، لا به قرب النسب، نه به خاطر نزدیک بودن و خویشاوندی با رسول الله صلی الله علیه وسلم. کما قال تعالی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، محترم ترین شما، عزیزترین شما نزد الله متعال اون کسی هست که متقی تر باشد، پارساتر و پرهیزکارتر باشد. این معیار هست نزد الله متعال. خویشاوند رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن این هیچ گونه فضیلتی، نه اینکه هیچ گونه فضیلتی نیست، اما معیار برتری نیست. وگرنه ابو لهب هم عموی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، ابو طالب هم عمویشون هست که ما معتقد هستیم ایشان با ایمان از دنیا نرفتند. و همچنین بقیه عموهای رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر از حضرت عباس و حضرت در واقع حمزه رضی الله تعالی عنهم که مسلمان شدند، بقیه هیچ گونه کرامتی رو ندارن نزد الله متعال، چون که عموهای رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. پس بنابراین معیاری که الله متعال قرار داده این است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. غیر از این وقتی که ما نگاه بکنیم اگر واقعا این افراد برتر باشند، یعنی معیار برتری و فضیلت این باشه که در این آیه رو شما میگید درباره این افراد نازل شده، در این مورد ما هیچ گونه شکی رو نداریم. زمانی که این آیه نازل شد رسول الله صلی الله علیه و سلم دست حسن و حسین و علی و فاطمه رو گرفتن و برای مباهله بردن. اما همین علی و همین در واقع حسن و حسین درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگفتن؟ درباره ابوبکر چی میگفتن؟ درباره عمر و عثمان چی میگفتن؟ درباره خود حسن رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو تصریحا و با صراحت بیان کرده که ان ابنی هذا سید، این فرزند من سید هست و در میان دو گروه از مسلمانان در واقع صلح و آشتی ایجاد میکند. و این نتیجه این بود که حضرت حسن رضی الله تعالی عنه خلافت را واگذار کرد، به معاویه داد و در میان مسلمانان اون صلح عظیم را به در واقع یک افتخاری برای خودش و برای خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم آفرید. و ما در این گونه هیچ شک و تردیدی رو نداریم. اگر واقعا این افراد برای شما عزیز هستند، خب باید در اون دستوری که این افراد میدهند، اون راه و روشی رو که این افراد داشتند، اون چیزی رو که این بزرگواران انتخاب کردن برای خودشون، اینم شما قطعا باید بپذیرید. این نمی شود که شما ادعا بکنید که ما پیرو اهل بیت هستیم، پیرو علی هستیم، پیرو حسن هستیم، اما اون چیزی رو که علی گفته قبول نکنید، اون مطلبی رو که حسن انتخاب کرده اون شما برای خودتون انتخاب نکنید. حتی در این مورد اومدند و حضرت حسن رضی الله تعالی عنه رو گفتند که ایشون در واقع مذل المؤمنین هست، که به خاطر صلحی که با معاویه کرده در واقع مؤمنان رو ذلیل کرده. این هم یکی از مواردی هست که در اینجا ادعا شده که ما قطعا برای فضیلت ما هیچ گونه شک و تردیدی نداریم که این فضیلتی هست برای حسن و برای حسین و برای علی و فاطمه، زیرا که ایشان نزدیکترین افراد و خویشاوندان درجه یک رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. منتها مجرد و محض خویشاوندی با رسول الله این دلیل کرامت و برتری نیست. معیار اصلی همون است ان اکرمکم عند الله اتقاکم. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان که در مورد آیه ابتهال این بررسی رو کردن. و جناب استاد موضوعی که به این آیه بهش استدلال میکنن، اگر دوستان عزیز نشون بدن این صفحه رو، این آیه ابتهالی که اشاره میکنن آیه 61 سوره آل عمران هست. اگر موافق باشید تلاوت این آیه رو با هم بشنویم و ترجمه اینو ببینیم. و در مورد انفسنا و انفسکم زیاد مانور میدن و به این استدلال میکنن که این حضرت علی رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نفس خودشون میدونستن و الله سبحانه و تعالی اینو تایید کرده و این فضیلتی است که برای حضرت علی است و برای دیگران ثابت نشده. با هم این آیه رو میشنویم تلاوتش رو با صدای
شیخ سعد القامی. باره که یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنه نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، زیرا که در این آیه و انفسنا و انفسکم اومده، بحث نساء جداگانه اومده، بحث فرزندان جداگانه اومده. خب از نساء رسول الله صلی الله علیه و دستی حضرت فاطمه رو گرفتن و فرزندانش هم حسن و حسین بودن. پس بنابراین انفسنا و انفسکم باید حضرت علی رضی الله تعالی عنه باشه که ایشون نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بعد این ادامه داره استدلالاشون که چون پیامبر صلی الله علیه و فرمودن که انت منی به منزلت هارون و من موسی و روایات دیگری که بهش استدلال می‌کنه. اون روایات بحث مفصلی درباره اونها هست که انشالله در بحث ذکر روایات به صورت گسترده به این روایات انشالله خواهیم پرداخت. اما درباره این که انفسنا و انفسکم، ما ببینیم در قرآن کریم این انفسنا و انفسکم به چه مواردی در واقع به کار برده شده. همون گونه که در اینجا اگر استدلال بشود که بله حضرت علی رضی الله تعالی عنه نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، ما می‌بینیم که الله متعال در موارد دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم را یکی از انفس مؤمنین قرار داده. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از انفس مؤمنان هست. یعنی همین تعبیری که در اینجا استدلال می‌کنند که برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه به کار برده شده، همینو برای بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به کار برده. در این زمینه ابن تیمیه رحمت الله علیه می‌فرماد و اما قوله و انفسنا و انفسکم که در آل عمران سوره آیه 61 بود که با هم شنیدیم، میگه فهذا مثل قوله، این دقیقاً مانند این آیه هست که الله متعال می‌فرماد ولولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، که این درباره قضیه افک نازل شده که در اینجا همین به انفسهم اومده. در این آیه رسول الله متعال تمام مؤمنین و مؤمنات را به انفسهم چی کرده؟ یعنی اینکه در واقع به خودشان باید، یعنی تمام مؤمنان انفس نفس یکدیگر هستند و این هیچ گونه یعنی نمیشد از این که یک استدلالی بکنند که برای این که پس بنابراین یعنی هر مؤمنی نفس مؤمن دیگر باشد. و نقطه دیگری که در اینجا در این زمینه وجود دارد این است که ما باید بر بگردیم به خود معنی این. یعنی احیانا این جمله به کار برده می شود و میگویند که رسول حضرت علی رضی الله تعالی عنه نفس پیامبر هست بدون اینکه معنیش را در نظر بگیرند. نفس پیامبر هست که به چه معنی نفس پیامبر هست؟ خب این نفس پیامبر بودن چند صورت رو و چند گزینه رو ما میتونیم مثلا تصور بکنیم. یک این که حضرت علی رضی الله تعالی نفس یعنی خود رسول الله، وقتی میگه که فلانی نفسش هست یعنی خودش هست، عینش هست. الان هم در عربی وقتی شما از کسی بپرسید آیا مثل این است، میگه نعم نفس الشیء، نفس الشیء یعنی خودش، یعنی خود اون چیز باشه. خب الان این که رسول الله و حضرت علی رضی الله تعالی میگن که خود پیامبر هست یا نفس پیامبر هست، این به چه معنی هست که علی نفس پیامبر هست؟ آیا به این معنی هست که یعنی حضرت علی عین رسول الله هست، ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم هست؟ این از چه جهت است؟ آیا از جهت به اصطلاح احکامی هست که برای رسول هر چیزی که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است پس بنابراین برای حضرت علی رضی الله تعالی هم ثابت باشه؟ خب نفس رسول الله چی هست؟ پیامبر هست از جانب الله متعال برای ما مبعوث شده. آیا وقتی ما میگیم که علی نفس پیامبر هست یعنی که این که علی هم مثل پیامبر مثل رسول الله پیامبر هست برای ما برگزیده شده هست، جزء اولوالعزم هست، پیامبران اولوالعزم هست که اصلا چنین چیزی رو و ادعایی رو کسی رو نکرده؟ یا این که تمام چیزهایی که برای رسول الله حلال هستند برای حضرت علی رضی الله تعالی هم حلال باشند؟ خب وقتی که علی نفس رسول الله هست پس بنابراین باید به اندازه اون یعنی زن به اصطلاح مباح باشه برای اون، هیچ گونه ویژگی رو رسول الله صلی الله علیه و اختصاصاتی رو نباید در مقابل حضرت علی رضی الله تعالی عنه داشته باشه. خب وقتی که حضرت علی رضی الله تعالی نفس پیامبر هست، خود پیامبر هست، آیا یعنی زنان پیامبر برای حضرت علی رضی الله تعالی حلال بودند؟ آیا بچه های حضرت رسول الله بچه های حضرت علی بودند؟ پس بنابراین اگر واقعا نفس پیامبر باشه حضرت علی رضی الله تعالی با دختر خودش ازدواج کرده. یعنی این معنی به هیچ عنوان در اینجا سازگار نیست. چه از نظر معنوی بگیریم اینو نگاه بکنیم که بحث نبوت باشه، بحث مقامات روحانی باشه، ویژگی ها و اختصاصات رسول الله باشه، نه از نظر نسبی و نه از نظر جسمی و جسدی. اون احکامی رو که برای رسول الله بوده خاص رسول الله هستند و احکامی که برای حضرت علی بوده خاص به حضرت
حضرت علی رضی الله تعالی عنه. پس بنابراین نه از نظر معنوی علی میتونه نفس پیامبر باشه، زیرا که احکام پیامبر کاملا متفاوت با احکامی هست که برای حضرت علی هست، و نه از نظر ظاهری و فیزیکی حضرت علی ابن ابی طالب هست، محمد ابن عبدالله هست. اون چیزی که برای حضرت علی حلال بوده و اون چیزی که برای رسول الله حلال بوده متفاوت است با اون چیزهایی که برای حضرت علی رضی الله تعالی بوده. اون در مواردی که در باب نکاح اگر نگاه بکنیم و بقیه این موارد. پس بنابراین این معانی رو نمیشه در اینجا مراد گرفت. خب معنی که در اینجا مراد هست چی هست؟ همون آیه هست، همون مرادی هست که در بقیه موارد در اینجا الله متعال ذکر کرده، مثل اینکه لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. بانفسهم یعنی یک دیگر، بانفسهم وقتی که الله متعال میگه یعنی از یک دیگر، زیرا که تمام شما از یک جنس هستید، مؤمنون و مؤمنات همه از یک جنسی هستند و بعضی از شما از بعضی دیگر هستید. پس بنابراین لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. یا اینکه مثلا درباره بنی اسرائیل میگه فقتلوا انفسکم، شما خودتان را بکشید، یعنی یک دیگر را بکشید، یعنی بعضی از شما بعضی دیگر را بکشید. اضافه بر این و صریح‌تر آیه هست که درباره حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده که رسول الله میگه رسولا من انفسکم. رسول الله متعال یک پیامبری رو نزد شما فرستاده، رسولا من انفسکم، از خود شما هست، یعنی رسول الله از انفس ما بوده. این به این معنی نیست که تمام مؤمنان نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم است، بلکه به این معنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جنس شما هست، از قبیله شما هست و از ذات شما هست. پس بنابراین معنیش این است، نه این که تمام مؤمنان نفس پیامبر باشند و این فضیلتی برای تمام مؤمنان ما حساب بکنیم. اگر واقعا این گونه باشه، پس بنابراین همون مقامی رو که در این آیه حضرت علی رضی الله تعالی عنه داشته، تمام مؤمنان برابر آیه ولقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، پس بنابراین این فضیلت برای تمام مؤمنان در این زمینه هم ثابت خواهد شد. بله، جزاکم الله خیر. این هم این آیه‌ای که جناب استاد بهش اشاره کردن، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. همین انفسکم که در اینجا آمده و انفسنا و انفسکم، همین انفسنا برای تمام مؤمنین رو در اینجا میبینیم که الله متعال به کار برده. پس بنابراین معنی که در اینجا صحیح هست، با زبان عربی تطبیق دارد و با معنی انفس در اینجا تطبیق دارد، این است که مسلمانان بعضی از بعض دیگر هستند. انفسکم یعنی یک دیگر، انفسنا و انفسکم یعنی اینکه ما هم خودمون رو ما هم میاییم، شما هم بیایید، ما که میاییم، یعنی هر کسی خویشاوندان خودش، نزدیکان خودش رو باید برای مباهله بیاورد. و یه مطلب دیگری که در اینجا هیلی اشاره کرده بود، این در حدیث مواخات هست که حضرت علی رضی الله تعالی عنه برادر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو میگم که مواخات کرده و به عنوان برادری حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو انتخاب کرده. ما در این زمینه هیچ گونه شکی نداریم که از نظر نسبی حضرت علی رضی الله تعالی عنه برادر رسول الله است. در فرهنگ زبان عربی عموزاده رو حتی برادر میگن، یعنی نزدیکترین فرد هست به رسول الله صلی الله علیه و سلم و برادرشون در واقع در نسب حساب میشه، به این معنی که عموزادهش هست و در زبان عربی حتی عموزاده رو هم به عنوان برادر اطلاق میکنن. اما این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه حضرت علی رضی الله تعالی عنه در هنگام مواخات و جریان برادری علی را به عنوان برادر خودش انتخاب کرده باشند، چون این روایتی به صورت کلی صحت ندارد. حضرت ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه میگه فیقال اما حدیث المواخات فباطل موضوع، این حدیث باطلی هست و موضوعی هست، حدیث جعلی هست، زیرا که فإن النبی صلی الله علیه وسلم لم یواخی احدا ولا آخا بین المهاجرین بعضهم مع بعض. رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجرین رو برادر مهاجرین قرار نداد. زمانی که به مدینه تشریف بردند، در اونجا به خاطر این که یک حس برادری ایجاد بشه در میان مهاجرین و انصار، یعنی یک مهاجری رو در مقابل یک انصاری قرار میدادند و میگفتند شما برادر همدیگر هستید. ولكن آخا بین المهاجرین و الانصار کما آخا بین سعد بن ربیع و عبدالرحمن بن عوف و آخا بین سلمان الفارسی و ابی الدرداء و موارد دیگر که در این زمینه ثابت شده. این ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان دو تا انصاری یا در میان دو تا مهاجر اینها رو با هم دیگر برادر اعلام بکنند. اصل بحث مواخات و برادری این بوده که یک مهاجری و یک انصاری باشه. اما از نظر نسبی من عرض کردم که ما معتقد هستیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در واقع در مقام برادر بودن برای حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که در واقع عموزاده ایشان بودن و همون حق برادری رو در این زمینه دارند.
اما یک نقطه دیگری که واقعا در اینجا یعنی جای تأمل دارد و آقای هلی اومده اینو به عنوان یکی از فضایل حضرت علی و دلیل برتری و افضلیت حضرت علی و دلیل احقیت حضرت علی برای امامت و برای خلافت و جای در واقع قائم مقامی رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون استدلال کرده این است که گفته که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در یک شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند. این مطلب رو در منهاج الکرامه خودش گفته و کان علی رضی الله عنه یصلی فی کل یوم و لیله 1000 رکعه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه در هر شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند و این اضافه بر این که در اینجا هلی اینو ذکر کرده در موارد دیگری هم ذکر شده مانند امالی صدوق و کتاب خصال صدوق و استبصارش و تهذیب و بقیه روایات شیعه کتاب‌های شیعه در این زمینه کاملا اینو ذکر کردن. این که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند پس بنابراین شیعه بر حقه زیرا که امامشون در هر یک شبانه روزی 1000 رکعت نماز میخونده. اینو جز دلایل این آورده که ائمه ما حقدارتر هستند اولاتر هستند و ما دین خودمون رو از ائمه معصومینی گرفتیم که به این اندازه این بزرگان مشغول دعا و عبادت پروردگار بودند. در کنار این هم حضرت علی رضی الله عنه با اینکه درگیر جنگ ها بوده در واقع قرآن رو تلاوت میکردن. خب این استدلالی هست که آقای ابن مطهر هلی در اون سطح سوادی که خودش داشته و اینو به عنوان یک دلیل بر امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه اینو یک دلیل و مستند دونسته. ببینیم که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه چی میگه. میگه و اما ما نقله عن علی، این نقطه‌ای که ابن مطهر هلی میگه که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در هر شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند فهذا يدل على جهله بالفضیلة و جهله بالواقع. این دلیل نادانی و جهالت ابن مطهر هست به فضیلت که ایشون نمیدونند که فضیلت یعنی چی، برتری یعنی چی، افضلیت یعنی چی و جهله بالواقع اصلا با واقعیت و روش زندگی و یعنی واقعیت موجود هیچ گونه آشنایی رو نداشته. این دلیل جهل ابن مطهر هست که ناآشنا هست با فضیلت و با واقعیتی که در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشته. اما اولا فلان هذا ليس بفضیله، این فضیلتی نیست که یک فردی بیاد در یک شبانه روز 1000 رکعت نماز بخونه. این دلیل بر امامت نمیتونه باشه چون که فلانی در یک شب 1000 رکعت نماز خونده یا در یک شبانه روز 1000 رکعت نماز خونده پس بنابراین این باید فضیلت بسیار بزرگی برای شمرده باشه و این دلیل امامتش باشه. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في الليل على 13 ركعة. در روایت اومده که در روایت صحیح در این زمینه اومده که این روایات صحیح هستند نزد اهل سنت و الجماعت. در صحیح بخاری، صحیح مسلم و بقیه سنن اهل سنت و الجماعت اینو نقل کردند که رسول الله صلی الله علیه وسلم در شب بیشتر از 13 رکعت رو نمیخوندند، یعنی همراه با وتر وقتی که میخوندن این نماز شب رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط همون 13 رکعت بوده. و ثبت عنه في الصحيح انه قال افضل القيام قيام داود و كان ينام نصف الليل و يقوم ثلثه و ينام سدسه. بهترین قیام یعنی قیام اللیل، بهترین قیام اللیل قیام داود هست که نصف شب را میخوابیدند و بعد یک سومش را بیدار میموندند عبادت میکردند و در آخرش هم و ینام سدسه. پس بنابراین این فضیلتی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه 1000 رکعت نماز را میخوندن در شبانه روز این اصلا این فضیلتی وجود این فضیلتی نیست. این یک مطلب دوم این که این مخالف با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در شبانه روز در شب به صورت انفرادی تنها یعنی بیشتر از 13 رکعت نماز نمیخوندن. الان غیر از این شما بیایید اون واقعیت موجود رو تصور بکنید. حضرت علی رضی الله تعالی عنه در زمان زندگی خودشون مگر غیر از نماز خوندن یک کاری رو نداشتن؟ خب مزرعه داشتند، میرفتن سر کار و آب میکشیدند. در روایت شیعه اومده که برای مردم کارگری میکردند، با شتوری که داشتند میرفتند باغه های مردم را آب میدادند و دنبال کسب و کار خودشون بودند. قطعا این مواردی رو داشتند، نیاز به خواب و استراحت دادند. در شبانه روز شما تصور بکنید حضرت علی رضی الله عنه چند ساعت مثلا نیاز به خواب داشتند، حداقلش یعنی 3-4 ساعت بعد میخوابیدند در شبانه روز. غیر از این کارهای دیگری بود، زندگی
روزمره نیاز به کسب و کار دارد، کارهای دیگری داشتن برای رسول الله صلی الله علیه و برای جامعه انجام میدادن. تمام اینها رو که نگاه بکنیم میبینیم که امکان ندارد از نظر عملی و واقعیت هم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه 1000 رکعت نماز رو بخونن. خب این 1000 رکعت رو ما اگر حساب بکنیم که حضرت علی حداقلش در هر دقیقه یک رکعتی خونده باشند، حداقلش در یک دقیقه یک رکعت خونده باشند، یعنی هر نماز 2 رکعتی حداقل 2 دقیقه رو در واقع در بر بگیرد. این خودش یعنی بالغ و 16-17 ساعت نیاز هست برای اینکه انسان نمازی بخواند که در هر رکعتی فقط 1 دقیقه، یعنی بیشتر طول نکشد. این خودش 16-17 ساعت وقت لازم هست برای اینکه انسان در شبانه روز این چنین نمازی رو بخواند. خب برای چند ساعت بعد دیگه خب یعنی بقیه کارها رو باید چیکار بکنن. و گذشته از این وقتی که ما نگاه می‌کنیم در روایات وجود داره، هم در روایات شیعه هست و هم در روایات اهل سنت و الجماعت هست که نماز رو الله متعال وقتی که فرض کرده دستور داده به اقامه نماز. شما نماز رو اقامه بکنید و اقامه کردن نماز یعنی این که نماز را شما با تمام آدابش و با تمام ارکانش، واجباتش و سننش اینها رو باید کاملا مراعات بکنید و در قیام اذکاری هست و اورادی هست، باید قرآن فاتحه بخونه، آیاتی از قرآن رو بخونه، در رکوع و سجده اذکاری وجود داره که یعنی امکان نداره که انسان در یک رکعت در 2 دقیقه بتونه 2 رکعت مثلا نماز رو بخوند، اون مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون توصیه‌هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن. و در روایت اهل سنت اگر اینو خیلی میبخشید قبل از اینکه به روایت اهل سنت بپردازیم، من اینو اگر دوستان نشون بدن با ماشین حساب اینو حساب بکنیم که بعضی از دوستان متوجه این مطلب بشن دقیق. حالا میزنیم 1000 رکعتی که حضرت علی میخوندن و طوری که استاد فرمودن هر رکعت هم 1 دقیقه بگیره. میزنیم 1000 رکعت بله، تقسیم 60 دقیقه میشه 16 ساعت و 66 دقیقه و 66 ثانیه. بله، یعنی همون 17 ساعت میشه. 17 ساعت. ما در مدینه منوره اگر که دقت بکنن دوستان، برن اوقات شرعی مدینه رو ببینن، در شبهای زمستان که به اصطلاح شبها طولانی تر است نسبت به تابستان، عادتاً اذان مغرب ساعت 5:30 5:45 تا ساعت 6. حالا بگیریم از ساعت 6 غروب آفتاب. نماز صبح هم بین ساعت 5:05 تا 6. حالا میگیریم ساعت 6، یعنی تقریبا حدود 12 الی 13 ساعت اگر طول شب باشه. واقعا مشکله که بتونن اگر در هر دقیقه هم 1 رکعت نماز بخونن، بازم 1000 رکعت نمیشه، 720 رکعت میشه. که من اینو خدمت دوستان نشون بدم، یعنی اگر حساب بکنیم 12 ساعت شب رو ضرب در 60 باید 720 رکعت بتونن نماز بخونن. واقعا به هیچ حسابی جور در نمیاد الا به حساب‌های احمدی نژاد. اگر که البته این مطلب رو که ذکر کرده بود ادعا کرده بود در هر شبانه روز میخوندن اینو، یعنی هم در شب و روزش، یعنی در 24 ساعت اینو میخوندن. وقتی که در هر رکعتی که اونگونه که شما حساب کردید اگر 1 دقیقه باشه 17 ساعت رو میگیره. خب برای بقیه استراحتش، برای کارهای دیگری، برای کسب و کاری که داشتن، یعنی برای نمازهای جماعت، نمازهای فرض، برای بقیه خب قطعا وقت دیگری لازم بود. غیر از این اگر این مطلب گذشته از این که امکان دارد امکان ندارد، به چه صورت امکان دارد، من اینو در روایت شیعه من به خاطر نیست، اما روایت اهل سنت ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که تلک صلات المنافق، این نماز منافق هست که نماز رو نمیخونه، وقتی که من آخر وقت میشه میگه که ینقرها نقر دیکه، مثل خروس نوک میزنه به زمین. واقعا 1000 رکعت نماز رو در شبانه روز خوندن مثل همینه که آدم یعنی 1000 بار یعنی در شبانه روز انسان میگن پاشو بشین، این برای انسان مشکله، چه برسه که این نمازی باشه که رکوع داشته باشه، سجود داشته باشه، قیام و قامه و جلسه داشته باشه و اذکاری رو باید در اون بخونن. این اگر هم که خونده باشه با همون کراهت میشه چون این نماز بالفرض هم که قبول بکنیم این به عنوان یک نماز مکروه میشه این چون نمازی رو خوند. اضافه بر این مثلا من دیدم که در برخی از مدارس میخوان اینو توجیه بکنن، نمیدونه فلانی خونده، فلانی در طول تاریخ اومدن از اهل سنت و الجماعت بودن، دربارشون نقل شده که در هر شب یا شبانه روز مثلا 1000 رکعت نماز بخونن. ما به صورت کلی بحث
ما اینه که این از نظر عملی امکان پذیر نیست. حالا چه سنی باشه چه سنی باشه چه شیعه باشه. و اگر بالفرض هم کسی خونده باشه این دلیل بر امامتش نیست. همون گونه خودتون هم که تصریح میکنی، خب بسیاری دیگر از اهل سنت و الجماعت که نه امام بودند و نه معصوم بودند میگه 1000 رکعت میخوندن، درباره اونها هم نقل شده. اضافه بر این درباره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نقل شده که چون در یک شب مثلا قرآن رو در نماز کامل میخوندند. پس بنابراین اگر این بشه تنها معیار فضیلت و برتری این بشه، خب درباره بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و درباره غیر اصحاب، یعنی حتی از بقیه مردم عادی هم این مطالب در واقع نقل شده که ما معتقدیم این که بر روش سنت و بر کیفیت و راه و راهنمودهای پیامبر اگر کسی بخواد این گونه نماز بخواند اصلا امکان ندارد که 1000 رکعت نماز رو در یک شب بخونند. الان از این مباحث کاملا بگذریم، ما کاری به این امکان و عدم امکان نداریم. از تمام این مباحث وقتی که ما بگذاریم بیایم ببینیم که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بوده و حضرت علی رضی الله تعالی مکلف به چی بوده. اگر واقعا این مطلب صحت داشته باشه، ثابت بشه که حضرت علی رضی الله تعالی عنه 1000 رکعت نماز در شبانه روز میخونده، این دلیل بطلان امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. اگر واقعا ثابت بشه که حضرت علی رضی الله تعالی عنه، این بنابر مذهب شیعه من عرض میکنم، اگر ثابت بشه که ایشون 1000 رکعت نماز میخوندن، این به معنی مخالفت صریح با رسول الله صلی الله علیه و سلم است. من روایتی رو در این زمینه از کتاب کافی، فروع کافی جلد 8 در اینجا من خدمت دوستان عزیز اگر امکان داره این کتاب نمایش بدن. کتاب فروع کافی هست و که تالیف صحت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، جلد 6 تا 8 در این کتاب به صورت فشرده چاپ شده. در این کتاب بابی رو دارد در واقع به عنوان وصیت النبی لامیر المؤمنین که در اینجا این باب ذکر شده. باب 1794 هست، وصیت النبی صلی الله علیه و سلم لامیر المؤمنین، توصیه‌ای رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه داشتند. در این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایتی هست که من قبلا این عرض کردم، روایت اول این باب هست، روایت اول هست یعنی که صحیح ترین روایتش. بله، بنابر این اصولی که آقایون دارند صحیح ترین روایتی که در این باب در واقع اومده. خب در اینجا میگه که کان فی وصیت النبی صلی الله علیه و سلم لعلی، کان فی وصیت النبی صلی الله علیه و سلم لعلی، درباره وصیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به علی فرمودند این بوده که ان قال یا علی، که رسول الله فرمودند ای علی، اوصیک فی نفسک بخصال فاحفظها عنی، من چند تا وصیت به تو میکنم، توصیه میکنم، این توصیه ها رو برای حفظ بکن، یعنی بر اینها عمل بکن. ثم قال اللهم اعنه، و رسول الله صلی الله علیه و دعا فرمودند که پروردگار حضرت علی را کمک بکن که بر این وصیت های من عمل بکند. این وصیت ها را در اینجا ذکر میکند. اما الاولی فالصدق، راستگو باشی، ولا تخرجن من فیک کذبه ابدا، و ثانیه الورع، تقریبا که دروغ نگویی و هیچ گونه از زبان تو دروغ نباید خارج بشه، و ورع و تقوا را داشته باشی، ولا تجترئ علی خیانت ابدا، هرگز به کسی خیانت نکن، و ثالثه الخوف من الله الی آخر تا اینجا که میرد. و سادسه و ششمین وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله به حضرت علی این است که الاخذ بسنتی، که سنت یعنی سنت من عمل بکن، فی صلاتی و صومی و صدقتی، درباره نماز من و صوم من و صدقه من، درباره نماز و صدقه و صلات و روزه و صدقه و زکات من، این وصیت من رو حفظ بکن، یعنی به سنت من باید عمل بکنی. الاخذ بسنتی فی صلاتی و صومی و صدقتی، این به صورت کلی تمام مسلمانان مکلف هستند که بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنند. هر چیزی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و این اعتقاد اهل سنت و الجماعت است، عمل کردن بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مایه هدایت هست و هر گونه انحراف از سنت های عملی و قولی رسول الله صلی الله علیه و سلم مایه هلاکت هست و بدعتی شمرده می شود و کل بدعت فی ضلاله، که این روایت هم در کتاب‌های شیعه اومده و هم در کتاب‌های اهل سنت. در ادامه این روایت می‌فرماد و اما الصلاة فالخمسون رکعه، نمازی که من توصیه می‌کنم که بخونی که بر اساس سنت من هست، اگر دوستان اینو نمایش بدن،
اما الصلاه فالخمسون رکعه و تعداد نمازهایی که باید بخوانی 50 رکعت در شبانه روز هست. خب این توصیه اکید رسول الله صلی الله علیه و سلم است. توصیه کرده که ای علی اوصیک فی نفسک بخصال فاحفظها عنی، اینو حفظ بکن از من، و دعا کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم که این حضرت علی توفیق اینو بیابد که بر سنت رسول الله عمل بکند. و السادسه الاخذ بسنتی فی صلاتی و صومی و صدقتی اما الصلاه فالخمسون رکعه. این سنتی و که رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و توصیه‌ای که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت علی فرموده. اضافه بر این در روایات دیگری نگاه میکنیم ببینیم که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بوده در این زمینه. باز هم این کتاب فروع کافی هست، اگر دوستان اینو نمایش بدن، جلدهای قبلیش هست این کتاب فروع کافی و عباس هم همون چاپ هست و جلد سوم این کتاب تا جلد پنجم این کتاب. در اینجا ببینیم که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت ایشون در این زمینه چی بوده درباره نمازی که ایشون میخوندن. در این زمینه بابی رو داره آقای کلینی در جلد سوم این کتاب هست، جلد سوم، و روایتی که در این زمینه هست روایت مسلسل 1747 هست و بابی هم که هست اینجا باب 255 هست، باب صلات النوافل، خوندن نماز نافله. در روایت سوم این باب میگوید که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن اذینه عن الفضیل ابن یسار و الفضل ابن عبد الملك و بکیر قالوا که این عن بکیر قالوا، همه اینا میگویند قالوا سمعنا ابا عبدالله، ما از ابو عبدالله شنیدیم که ایشون میفرمودند یقول کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی من التطوع مثل الفریضه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از نمازهای نفلشون 2 برابر نمازهای فرض بوده. نمازهای فرض، نمازهای نفل رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 برابر نمازهای فرضشون بوده و یصوم من التطوع مثل الفریضه، و روزه نفلیشون هم 2 برابر روزه های فریضهشون بوده. یعنی این که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم 17 رکعت در نمازهای فرض وقتی که میخوندن 2 برابرش رو ما اضافه بکنیم چیزی یعنی قریب به 50 رکعت نماز میشوند، همون توصیه‌ای که قبلا در اونجا اومده بود. و در ادامه در روایت بعدی یعنی 2 روایت بعدش میبینیم که باز هم به صورت صراحت اینو بیان کرده که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بوده. در روایت 1747 محمد این که روایت و سندش هست از این میگذاریم، میگوید که سأل عمرو بن حریث ابا عبدالله و انا جالس، از ابو عبدالله سوال کرد و من نشسته بودم، فقال له جعلت فداک اخبرنی عن صلاة رسول الله، درباره نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من مطالبی رو بیان بکن. فقال کان النبی صلی الله علیه و سلم یصلی 8 رکعات الزوال، 4 رکعت نماز چاشت میخوندن و 4 الاولا، 4 رکعت هم نماز اولی یعنی در روز وقتی شروع میشه 4 رکعت نماز ظهر و 8 بعدها 8 رکعت بعد از نماز ظهر و 4 العصر، 4 رکعت هم نماز عصر و 3 المغرب، 3 رکعت نماز مغرب و 4 بعد المغرب، 4 رکعت سنت بعد از نماز مغرب و العشاء الاخر 4، 4 رکعت هم نماز عشاء و 8 صلات اللیل، 8 رکعت هم نماز شب را میخوندن و 3 الوتر و 3 رکعت هم نماز وتر. دقیقاً همون چیزی که در روایت اهل سنت و الجماعت اومده بود که رسول الله در شب بیشتر از 13 رکعت نمیخوندن. و رکعت الفجر و 2 رکعت نماز فجر و صلات الغداة رکعتین. قلت جعلت فداک و ان كنت اقوى على اكثر من هذا. این نکته واقعا جالبه. و تمام اینا رو که حساب بکنیم اون 50 رکعت یا 51 رکعت میشه مجموع نمازهایی که رسول الله صلی الله علیه و آله بنابر این روایت که از حضرت ابو عبدالله نقل شده رسول الله صلی الله علیه و آله میخوندن. اما این که اگر کسی آیا میتوانیم ما به عنوان این که پیرو رسول الله صلی الله علیه و آله هستیم، این سوال رو در اینجا مطرح شده که اگر من تونستم بیشتر از این بخونم، خب رسول الله خونده، قبول که رسول الله در شبانه روز بیشتر از 50 رکعت یا 51 رکعت بنابر این روایت بیشتر نخونده، پس بنابراین این سوال هست قلت جعلت فداک، من فدای تو بشم. قلت جعلت فداک، دوستان عزیز این نمایش بدن، جعلت فداک، من فدای تو بشم. ان كنت اقوى على اكثر من هذا، اگر من توانایی بیشتر از این رو داشته باشم، یعنی من بتوانم که بیشتر از این نماز بخونم، رسول الله 50 رکعت خونده، من میتونم بیشتر بخونم. من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاه، مگر الله متعال ما رو عذاب میدهد به خاطر اینکه بیشتر نماز خوندم.
خب چه اشکال داره؟ رسول الله این اندازه خونده، من میخوام نماز بیشتر بخونم، خدا به خاطر اینکه من نماز خوندم منو عذاب میده، شکنجه میده؟ فقال لا، به خاطر اینکه نماز بیشتر خوندی تو رو شکنجه نمیدهد، ولکن یعذب علی ترک سنتی، اما به خاطر ترک سنت پیامبر قطعا مؤاخذه میشه و الله متعال تو رو بازخواست میکنه. پس بنابراین اگر حضرت علی رضی الله تعالی عنه در شبانه روز 1000 رکعت خونده، مخالفت صریح با سنت پیامبر و مخالفت صریح با توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و بنابر قول امام ابو عبدالله سزاوار مؤاخذه و عذاب هست، زیرا که مخالفت کرده با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما اون گونه که حضرت امام ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرمایند این دلیل بر فضیلت نیست. کسی که از این موارد بیاد دلایل از استنباط بکنند برای فضیلت یک فردی، همین چیزی یعنی شایستش هست که ابن تیمیه دربارش گفته فهذا يدل على جهله بالفضیلة و جهله بالواقع. واقعا این ابن مطهر حلی حتی این کتاب اصول کافی رو هم مطالعه نکرده ببینه که سنت رسول الله چی بوده، مگر نمیدونسته که رسول الله به حضرت علی توصیه کردند که 50 رکعت بیشتر نخونند و بر سنت ایشون عمل بکنند. چگونه اومده در این کتاب خودش ادعا میکند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه 1000 رکعت در شبانه روز میخوند و اضافه بر این آورده به عنوان یک دلیل و مدرک بر افضلیت حضرت علی رضی الله تعالی عنه و استنباط میکند بر امامت حضرت علی رضی الله. این نه تنها یک فضیلت نیست بلکه یک مسلبه و یک ایراد هست برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه اگر این گونه عمل کرده باشه. جزاکم الله خیر. جناب استاد ما حدود 19 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان شما تلفن برنامه رو زیرنویس کردن. عزیزانی که در مورد موضوع برنامه و ادعایی که ابن مطهر حلی کرده و جواب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه صحبتی دارن یا شبهه‌ای یا سوالی دارن، ما در خدمتشون هستیم و انشاءالله جناب مولانا عبدالقدوس دهقان به این سوالات شما عزیزان پاسخ خواهند داد. موضوعاتی که مطرح شد ادعای ابن مطهر علی بود مبنی بر اینکه آیه ایجاب مودت در مورد اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نازل شده و این دلیلی است بر امامت، و همچنین آیه ابتهال یا همون آیه مباهله که آیه 61 سوره آل عمران است که این رو هم دلیلی میدونن بر امامت. البته یک نکته رو من اشاره بکنم که حالا بعضی از دوستان نیان بگن که بله در فلان تفسیر در فلان کتاب اومده که این در مورد فلان و فلان نازل شده. شاید در بعضی از مصادر و حتی کتب اهل سنت هم این مطلب ذکر شده باشه، اما اینکه برداشت از این آیت برداشت این باشه که این دلالت میکنه بر امامت منصوص علی رضی الله تعالی عنه و فرزندانش و 12 امامی که شیعیان بهش اعتقاد دارن. همچنین توجیه 1000 رکعت خوندن حضرت علی با روایاتی که از فروع کافی من خدمت بینندگان عزیز نشون داد. بله جزاکم الله خیر. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری؟ بله بفرمایید، لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده عبدالله هستم از ایران. آقا عبدالله از ایران، بفرمایید. ضمن تشکری که دارم از این برنامه‌های خوبتون واقعا سلامت باشید. در جهت اطلاع رسانی در جهت اسلام راستین هست واقعا، و همچنین از برادر دانشمندمون جناب مولانا دهقان سلامت باشید. اصلا تشکر بکنم. سلامت باشید. و واقعا از زحمات شما جناب برادر انصاری سلامت باشید که شبانه روز دارید زحمت می‌کشید واقعا در جهت ارائه توحید ناب. سلامت باشید. ناب محمدی خواستم تشکر کنم. تشکر یه از شما. سوالی هم داشتم. بفرمایید. خواستم بگم که آیا این در منهاج السنه صفحه 237 بله من یک جایی البته توی اینترنت مطالعه می‌کردم، این اومده بود که گویا آقای ابن تیمیه این شخصی را که در حالت نماز به اصطلاح نماز صبح را 4 رکعت خونده به حالت اینکه به دلیل
به اصطلاح سکارا بودنش، درست. این گویا گفتن این حضرت علی بوده. میخواستم نمایه همچین چیزی درسته جناب انصاری؟ چون به هر حال این صفویون خیلی اتهامای ناروایی وارد میکنن به دانشمندان اهل سنت و خیلی به اصطلاح خلط میکنن مسائل را، تدلیس، تلبیس، اینها حرفه اینها هست. درست. حالا یا این مسئله درسته؟ آقا عبدالله عزیز، اگر کلماتی از این روایت به عربی اگر که در ذهن شما هست بفرمایید که من همینجا آنلاین سرچ بزنم، چون کل کتاب منهاج السنه به فارسی ترجمه نشده، فقط مختصرش ترجمه شده. بله، من اون چیزی را که مطالعه کردم از یکی از سایت های این صفویون، این نوشته بود که در صفحه 237 از منهاج السنه آقای ابن تیمیه ابراز داشته که آن شخصی که در حالت نماز به اصطلاح مست بوده است و نماز صبح را 4 رکعت خونده، نعوذ بالله حضرت علی ابن ابی طالب بوده. من خب این را خودم نتونستم باور کنم، این مسئله را عربی اونها را من به اصطلاح حضور ذهن روش ندارم. درست. با توجه به اینکه ما الان در خدمت دانشمند محترم برادر دهقان هستیم، میخواستم نظر ایشون رو ببینم چی هست. آیا این واقعیت داره این مسئله؟ باشه، چشم. حتما اینو انشالله خدمتون، اگر که اینو جناب استاد پیدا کردن حتما خدمتون مطرح خواهیم کرد. سوال دیگری هم دارید آقا عبدالله عزیز؟ نه، من فقط باز هم میخواستم تشکر کنم هم از شما هم از برادر دانشمندمون جناب مولانا دهقان. سلامت باشید. تشکر از شما. الله مطالبتون کنه. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم، بفرمایید. وقتی آقای انصاری. بله بفرمایید برادر عزیز، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از ایران. بفرمایید. در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید در خدمت شما هستیم. الان میخواستم بگم ترنم نور بیشتر پخش کنید. چشم، حتما انشالله. حتما انشالله. از احمد عزمی لطفاً بیشتر و ادریس ابوبکر انشالله. لطفاً زیرنویس هم کنید. لطفاً زیرنویس کنید. حتما انشالله. حتما انشالله. تشکر برادر عزیز. الله مطالب ستون کنه. لطفاً زیرنویس کنید آقای انصاری. چشم. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله، سلام علیکم، بفرمایید. وصال حق، بفرمایید. لطفاً خودتون رو معرفی کنید و از کجا زنگ میزنید؟ من نعمت از ایران. آقا نعمت، بفرمایید برادر عزیز. شما خوبه، خسته نباشید. سلامت باشید برادر گرامی. اینا از احتمالاً قلوب‌هاییه که خود به هر حال انجام میدن. 1000 رکعت در شبانه روز، یه نماز مثلا 4 رکعتی که میخونی، من خودم مثلا معمولا وقت میذارم 10 دقیقه میشه. نمازهای ما تازه نه نمازهای مثلا حضرت علی رضی الله عنه هست و اینا، اونا قابل مقایسه نیست. 10 دقیقه طول میکشه، یعنی 2.5 دقیقه تقریبا در هر رکعت. تازه ما اذکاری که نمیدونیم. این فکر کنم غلوباییه که کردن و بیشتر جنبه حقیقی نباید داشته باشه. درست. تشکر از شما آقا نعمت عزیز. الله مطالب ستون کنه. قربان شما، متشکرم. خدا نگهدارتون. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید. آقای انصاری. بله بفرمایید بیننده گرامی، صدای شما داره پخش میشه. خسته نباشید برادر. آقای انصاری دستتون در نکنه. من مرادم از بندر سیری مزاحم شما میشم. بفرمایید برادر عزیز، صدای شما داره پخش میشه، در خدمت شما هستیم. سلام و عرض ادب دارم جناب مولوی دهقان. سلامت باشید. سلامت باشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز، از فرصت استفاده کنید، صدای تلویزیونتون رو ببندید و از طریق گوشی تلفن صحبت کنید.
آقای انصاری من میخواستم یه مشکلی از مشکلات اهل سنت. بله برادر عزیز، موضوع برنامه مطالبی هست که در کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه مطرح شده. شما در برنامه منبر میتونید در مورد مشکلات اهل سنت و مسائل روز صحبت بکنید. من تشکر میکنم از شما. من خیلی عذر میخوام از بیننده عزیز و گرامی. سعی کنید مقید باشید به موضوعات برنامه. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. خب بله سلام علیکم. بینندگان گرامی لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید و از طریق گوشی تلفن صحبت کنید. من مجبور میشم قطع بکنم تماسایی که صدای تلویزیونشون رو نبسته باشن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید و از کجا زنگ میزنید؟ حسن هستم از آلمان مزاحمتون میشم. آقا حسن از آلمان، بفرمایید بیننده گرامی. خدمت استاد عزیزم هم سلام عرض میکنم. علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله. از بزرگتون که استاد عزیز یه جایی فرمودن امروز که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای نزدیکانشون هم اجر و پاداشی درخواست نمی‌کردن. درست. بعد یک حدیثی هستش که راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها که میفرمایند فاطمه پاره تن من است. بله. بعد در کتب اهل سنت این راجع به اینه که حضرت علی به خواستگاری دختر ابو جهل رفته بوده. بله. بعد عرضم به حضورتون که با توجه به این که ازدواج با 4 زن سنت بوده. بله. میخواستم آقا حسن عزیز پیش اومده که پس چطور حضرت رسول برای دخترشون این سنت رو نمیخواستن اجرا بشه؟ عزیزم شما در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید ما در خدمت شما هستیم. خواهشاً خارج از موضوع برنامه صحبت نکنید و پاسخی هم دریافت نخواهید کرد. چون استاد عزیز فرموده بودن راجع به اینو در این برنامه نفرمودن، در این برنامه نفرمودن، در این هفته نفرمودن، در هفته‌های دیگه شاید این مطلب ذکر شده باشه. در رابطه با موضوع این هفته اگر مطلبی دارید بفرمایید. ببخشید. بفرمایید. خیلی معذرت میخوام. پس دفعه دیگه تماس میگیرم. بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر میکنم از شما. خدا نگهدارت. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. آقای انصاری می‌خواستم صحبت کنم. بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه در استودیو. بفرمایید. خجالت نکشم ببخشید. نمیتونم صحبت کنم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حسن باشی وصال حق. وصال حق، بفرمایید. حسن باشی سوال داشتم خدمت آقای انصاری. در رابطه با موضوع برنامه اگر هست در خدمت شما هستیم. بفرمایید. لطفاً صدای گیرنده‌تون رو ببندید بیننده گرامی. بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما استاد عزیز و آقای مولانا دقیقاً عرض سلام و خسته نباشید دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زندگیتون موفق باشید. خدا شما رو واسه ما نگه داره ان شاء الله. سلامت باشید و شما رو همچنان. دیگه عرضی نیست. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. تشکر برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای
انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حالت خوبه؟ سلام. لطفا ما یک سوال داشتیم از همین زایدان زنگ میزنیم گفتیم بپرسیم از شما. بفرمایید. ما اینجا حقیقتش دکتر گفته که ما داریم تریاک ترک میکنیم، گفت از این مشروباتی نبخوریم که ترک کنیم، چجوری این جریانش؟ بخوریم؟ باشه چشم، اینو جواب خواهند داد جناب مولانا. تشکر میکنم از شما. نه اینم بگید که چقدر بخوریم در روز. بله. باشه خدا نگهدارتون. جناب مولانا، سوال برادر عزیزمون آقا عبدالله میگه در یکی از سایت های رافضی خوندن که حضرت علی در حالتی که شراب خورده بوده نماز صبح رو 4 رکعت خونده و این در منهاج السنه اومده. من نمیدونم شما مطلبی در این مورد. اگر واقعا این بیننده عزیز ما نفرمودند که حتی ترجمه فارسیش هم نگفتن، فقط گفتن حضرت علی رضی الله تعالی عنه این کار رو کردن، اگر واقعا این گونه باشه که ایشون شنیدند یا خوندند، قطعا این یک افترای بزرگی هست بر حضرت ابن تیمیه رحمت الله علیه. قطعا و 100% ایشون در کتاب، نه در کتاب منهاج السنه و نه در کتاب دیگری، هیچ وقت این مطلب رو بیان نکردن. در کتاب منهاج السنه تنها بحثی که در این زمین اومده یکی از ایرادهایی هست که ابن مطهر حلی بر حضرت عثمان گرفته، اونم درباره یکی از والیان حضرت عثمان که ولید ابن عقبه بوده که متهم میکنند ایشونو که ایشون در واقع شراب خورده بوده و منتها نهایتا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ولید ابن عقبه رو آوردند و حد شرب خمر رو بر ایشان جاری کردند. این نهایت مطلبی که در این زمینه وجود داره درباره ولید ابن عقبه اومده و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم حد رو بر ایشان جاری کردند و این مطلب رو درباره ولید ابن عقبه اومده. درباره حضرت علی رضی الله تعالی اگر میگن قطعا این دروغی بیش نیست و افترایی هست بر علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه. بله، منم اینجا جناب استاد کلمه سکران رو که حالا ترجمه دقیق فارسیش چی میشه من اینجا در منهاج السنه آوردم، دوستان عزیز اگر نشون بدن. این فقط در جلد 6 صفحه 188، جلد 6 صفحه 242، جلد 1 صفحه 295 و جلد 1 صفحه 303. در اولین مطلب در جلد 6 اومده همین مطلبی که شما فرمودید، الولید بن عقبه که حتی زهر منه شرب الخمر و صلى بالناس و هو سکران و استعمل سعید ابن العاص على کوفه. این در اینجا همین فقط اینجا همون شبهه ابن مطهر حلی هست، در اینجا نقل از این نقل میکنه که ولید ابن عقبه به اصطلاح شراب خورده بود و نماز رو در حالتی که مسبوط به مردم این نماز رو داد. در ادامه بعد علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه اینو میآورد و اینو رد میکند و میگه بالفرض این هم که چنین چیزی ثابت شده باشه که یک از عمال حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شراب نوشیده باشه، حضرت عثمان حد رو بر ایشان جاری کردن. شاید در موارد دیگری که این جستجو رو به اصطلاح نتیجهش هست اگه شما نگاه بکنید اون مطلب رو شاید هم ذکر بکنید. بله، در جلد 6 صفحه 242 هم همین مطلب اومده، ادامه همین مطلب هست. الرد على قول الرافضي أن عثمان رضي الله عنه استعمل وليد بن عقبة حتى زهر منه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران. اینجا میگه جواب قول ابن مطهر حلی رافضی که عثمان رضی الله عنه یکی از والیانش ولید ابن عقبه آشکارا شراب خورده بود و نماز خواند با مردم در حالی که ایشون مست بود. در صفحه بعدی جوابش هست و اما قول استعمل عثمان. بله، این فيقال لا جرم طلبه وأقام عليه الحد بمشهد من علي بن أبي طالب. و میگه که اینم قول رافضی است که حتما این نقطه‌ای که در اونجا بود این تحریف از این بوده که در اینجا آمده که در حضور حضرت علی رضی الله تعالی ابن ابی طالب حضرت عثمان دستور داد که ولید ابن عقبه رو شلاق بزنن و قال لعلی قم فاضربه، و به علی امر کرد حضرت عثمان که بلند شو و این رو شلاق بزن. فامر علی الحسن بضربه، حضرت علی هم حسن رو امر کرد که این شخص رو شلاق بزنه. فامتنع، ایشون این کارو نکرد. و قال لعبدالله ابن جعفر، بعد به عبدالله ابن جعفر که به اصطلاح نوه عموش میشه، عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، قم فضربه، بلند شو و اینو بزن. فضربه 40، ایشون هم بلند شد و 40 ضربه شلاق ولید ابن عقبه رو زد.
ثم قال امسك. ضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم 40 و ابو بکر 40 و عمر 80 و کل سنه. این قول حضرت علی رضی الله تعالی، این واقعا تدریس عجیبی هست که در این زمینه اونگونه که این بیننده فرمودن. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به حضرت علی گفتن شما حد رو اقامه بکن. حضرت علی هم حضرت حسن، چون حضرت علی قاضی بودن در عبدالله ابن جعفر رو دستور دادن حد اقامه شد بین 40 ضربه یا 80 ضربه. 40 ضربه در زمان رسول الله و حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله تعالی به عنوان تعزیر نه به عنوان حد. 40 ضربش الله برای کسی که یعنی 40 ضربش حدش هست و 40 ضربه رو تعزیر. حضرت علی رضی الله تعالی میگه که ابوبکر و رسول الله صلی الله علیه و 40 ضربه میزدن، حضرت عمر 80 ضربه و کل سنت، همه این سنت هست. خب این در اینجا اومده که حضرت علی رضی الله تعالی این حد رو اجرا کرد بر ولید ابن عقبه. نگفتند که حضرت عثمان رضی الله تعالی حضرت علی رضی الله تعالی شراب خورده باشه، نماز 2 رکعتی رو 4 رکعت خونده باشه، بلکه در اینجا اومده که حضرت علی بر کسی که شراب خورده بود به دستور عثمان این حد رو جاری کرد. بله. بعد مصدر بعدی هم جلد 6 صفحه 295 اینم در همین موضوع هست که در مورد عثمان فإنه ولی امور المسلمین که در مورد شرب ولایت داده، یعنی کسانی را که صلاحیت نداشتند اونها رو در واقع آورده والی کرده. اینم جوابش علامه ابن تیمیه این داده که حضرت عثمان رضی الله عنه در زمانی که ولید ابن عقبه رو والی کرد در اون زمان شراب نمیخورد. این اتفاق بعد از ولایتش اتفاق افتاده. بعد از این که به اصطلاح این اتفاق افتاد حضرت عثمان اون طلبید و این حد رو بر اون جالب کرد و جاری کرد. پس بنابراین هیچ گونه ملامتی و ایرادی بر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نیست. جزاکم الله خیر. در فصل بعدی هم همین مطلب رو ذکر کرده که استعمل ولید ابن عقبه حتی ظهر منه شرب الخمر و صلى بالناس و هو سکران. اینم در مورد ولید ابن عقبه و شرب خمرش هست. مطلب قبلی هست. بله، مطلب قبلی رو تقریبا بهش اشاره میکنه که در اینجا هم اشاره است که لا جرم طلبه و اقام علیه الحد بمشهد من علی ابن ابی طالب و قال لعلی قم فاضربه. اینم میگه که در حضور حضرت علی بر او حد جاری کرد و به علی امر کرد که بلند شو ای علی و او را بزن. فامر علی حسن بضربه فامتنع و قال لعبدالله ابن جعفر قم فاضربه. اینم همون روایت اولی که جناب استاد ترجمه کردن. پس آقا عبدالله عزیز اینم به لیست تلبیس‌ها و خیانت‌های علمای رافضی اضافه بکنید. وقتمون کاملا به پایان رسید جناب استاد. آخرین سوال برادری که از زاهدان گفتن میخوان تریاک رو ترک بکنن مشروب بخورن، نظرتون چیه؟ به نظر من این یک واقعی نبود، فقط جزء شاید احتمال زیاد از همون تماسگیرندگان همیشگی هست که برای اینکه موضوع رو منحرف بکنن تماس گرفتن و اگر نه واقعیتی هم داشته باشه یعنی هم تریاک حرامه و بقیه مواد مخدر و هم مشروب حرامه. به هیچ عنوانی شما نمیتونید به خاطر اینکه تریاک رو ترک بکنید معتاد به شرابخواری باشید. این به معنی نیست که کسی بخواد نجاستی رو با یه نجاست دیگری پاک بکنه. به هیچ عنوان هیچ کسی از فقها چنین چیزی رو نه فتوا میدن و نه چنین چیزی عاقلانه هست و نه جایز. بله، جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان استاد محترم علوم اسلامی که در رابطه با موضوعات برنامه این هفته منهاج السنه صحبت کردن و مطالب علمی و شیوایی رو بیان نمودن. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که وقت هست فقط در یک دقیقه اون بیننده یک سوال کردن درباره ازدواج حضرت علی رضی الله تعالی که به صورت مفصل ان شاء الله اینو در برنامه‌های دیگه اینو عرض میکنم. منتها به صورت مختصر در این روایت این صورت اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله میگن که لا احرم حلالا، من با این حرف خودم نمیخوام که حلال الهی رو حرام بکنم. قطعا حضرت علی رضی الله تعالی مجاز بودن 4 زن رو مانند بقیه مسلمانان بگیرند، نه به این خاطر که ایشون چون که داماد رسول الله بودن پس بنابراین اجازه ندارن. منتها شیعه در این زمینه روایاتی رو دارن و یک نوع اهانت هایی به حضرت فاطمه زهرا کردند که فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها عادت ماهیانه نداشت و پس بنابراین حضرت علی رضی الله تعالی به هیچ عنوان اجازه ازدواج با زن دیگری رو نداشته در زمان حیات فاطمه زهرا که اینا همش خرافات و افسانه هست و واقعیت نداره. در این روایتی که اهل سنت و الجماعت روایت کردند و روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده، در اونجا رسول الله صراحتا فرمودند که من نمیخوام یک حلال الهی رو حرام بکنم، اما دختر پیامبر خدا با دختر دشمن خدا یک جا جمع نمیشوند. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله فلسفه‌اش را بیان کرده. اگر حضرت علی میخواد یک زن دیگر بگیرد آزاد هست، اما
اما این که بیاد در میان دختر عدو الله و دختر نبی الله جمع بکنه، اینو من نمیپسندم و این امر جایز نیست. نبی این معنی که حضرت علی رضی الله تعالی اجازه ازدواج ندارن. احکامی که برای تمام امت ثابت شده حضرت علی رضی الله تعالی هم هست و برای فرزندان رسول الله حضرت فاطمه زهرا، و هیچ کسی از این زمینه و درباره این احکام مستثنا نیست. بله، جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از جناب شیخ با این جوابشون. ان شاءالله در برنامه بعدی مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد و اینم نشان دهنده محبت بیش از حد پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها بوده و این مطلب که فاطمه رضی الله تعالی عنها بعد از این که متوجه میشه که حضرت علی میخواستن با دختر ابو جهل ازدواج بکنن، ناراحت میشه و پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میره و از حضرت علی شکایت میکنه. بعد از اون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب رو فرمودن. امیدواریم که مطالب این هفته برنامه هم مفید واقع شده باشه برای شما عزیزان. تا فرصت دیگر که باز هم با قسمت دیگری از برنامه منهاج السنه در حضور شما عزیزان خواهیم بود. همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم.